إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. بعد از آن که خداوند عیسی علیه السلام را به سوی آسمان برد و او را از دست کافران نجات داد، به مدت 6 قرن زمین بی نبی و یا اینکه رسول ماند. شرک و کفر به خداوند ذوالجلال در روی زمین پهن شد. خداوند خواست بشریت را به خاتم پیامبران و رسولان نجات دهد، با آن پیشوا و فخر بنی آدم، با آنی که بهتر از او در روی زمین کسی قدم ننهاده است، به محمد صلی الله علیه و سلم نجات دهد. او در سال فیل تولد شد. وقتا که تولد شد، دیوان کسری فرو رفت و آتش مجوسیان خاموش گشت و شیطانها در آسمان به سبب تولید پیامبر صلی الله علیه و سلم سنگسار شدند. همچون یتیم به دنیا آمد. بابایش عبدالمطلب او را نگاه و بین میکرد. بابایش چقدر خوشحال بود از این نوزاد. وقتا که او وفات کرد، عمکش ابوطالب سرپرستی او گشت. در حالی که کودک بود، مادرش وفات کرد. حلیمه سعدیه او را شیر میداد. وقتا که محمد صلی الله علیه و سلم به خانه او آمد، این برایش یک خیری بود. خداوند در گوسفندان و مالها و زمین او برکت عطا کرد به سبب محمد صلی الله علیه و سلم. وقتا در خانه حلیمه سعدیه بود، با کودکان مشغول بازی بود. جبرائیل علیه السلام آمد. کودکان از او ترسیده گریختند. او سینه محمد را شکافت صلی الله علیه و سلم. سپس دلش را برآورد، آن را بشست و حصه شیطان را از آن برآورد. سپس دل او را در جایش گذاشت. سینه مبارکش شفا یافت. دلی کی؟ دل محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند ذوالجلال او را از سین کودکی حفظ کرده بود. هیچگاه به بت سجده نکرده بود. عرق هم ننوشیده بود. کارهای فحشایی هم انجام نداده بود. پدر و مادرم فدایش. چوپانی میکرد مثل دیگر پیامبران. با خدیجه ازدواج کرد. بهترین همسر، بهترین رفیق و بهترین دوست بود برای او. وقتی برای یک تجارت برآمد، راهب او را دید. نامش بحیرا بود. گفت این کودک را کی پرستاری میکند؟ گفت عمکش او را نگاه و بین میکند. بحیرا گفت این کودک در آینده بزرگی خواهد شد. او نبی این امت میگردد. با او گفتند از کجا فهمیدی؟ گفت در این مکانی که او نشسته است تنها پیامبران می نشینند و غیر از این ابر دائم او را سایبانی می کند و این چنین در پشتش مهر پیامبری دارد. او محمد است، پیشوای اولین ها و آخرین ها، بهترین کسی که قدم در روی زمین گذاشته است. اهل مکه او را دوست داشتند، حتی که او را صدیق و امین نام گذاشتند، زیرا او راستگو و امانتدار بود که همه اهل مکه او را دوست داشتند. آنجا بزرگ شد و به وایه رسید. این نبی صلی الله علیه و سلم پیش از مبعوث شدنش به پیامبری در مکانی که غار حیرا نام داشت در آنجا به خلوت می نشست. خداوند را در آنجا عبادت می کرد. گاه روزهایی دراز، گاه شبها، گاه باشد ماهایی دراز در آن غار خدا را عبادت می کرد. در غار حیرا، در آن تاریکی های شب، در آن گرمی های روز، خدیجه رضی الله عنها باشد برای او طعام و نوشاکی می آورد. در آنجا خداوند را عبادت میکرد. چگونه عبادت میکرد به ما معلوم نیست، لیکن بین او و خداوند شاید دعا باشد، شاید ذکر باشد، شاید تفکر در مخلوقات خداوند باشد، شاید تسبیح خدا را میگفت. خلاص شبها و روزهای دراز آنجا می نشست. در یکی از شبهای تار پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن غار بود. ناگهان چیزی از پسش آمده او را در خود فشرد. نمی توانست بجنبد یا اینکه از آن رها شود. آن چیز به او گفت بخوان. گفت من خوانده نمی توانم. گفت بخوان. گفت من خوانده نمی توانم. گفت بخوان. گفت من خوانده نمی توانم. گفت بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. این اولهای پیامبری بود. این اولین قطره از قطره های وحی بود. اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق. اولین کلمه ای که از قرآن نازل شد این اقرأ بود، یعنی بخوان. دین ما دین خواندن است. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سپس او را رها کرد. او خودی جبرائیل علیه السلام بود. آمد تا نبی ما را تعلیم دهد، تا به نبی ما صلی الله علیه و سلم اولهای بعثت را برساند. این اولین قطره های وحی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم شتابان از آنجا برآمد. به کجا رفت؟ به نزد زنش رفت. از غار برآمده به نزد زنش خدیجه رضی الله عنها رفت. به او می گفت مرا بپیچان، مرا بپیچان. اینجا نزول رحمت خداوند به زمین بود. این همان ساعتهای دور کردن مشکلی ها از بشریت بود. بشریتی که در گمراهی بودند، در جاهلی و شرک قرار داشتند. خداوند ذوالجلال این رحمت را به آنها فرستاد. آن رحمت برگزیده شدن محمد صلی الله علیه و سلم است. نورها به زمین می ریختند. این نبی خدا دین خدا را بین مردم پهن می کرد. به مردم دین خدا را می آموخت. خدیجه همراه با او نزد ورقه ابن نوفل رفتند و او پیامبر را خبر داد که این چیزی که به تو داده شده است پیش از تو به دیگر پیامبران داده شده بود. بعد از مبعوث شدنش به پیامبری به کوی صفا برآمد. به مردم دین خدا را تعلیم میداد. گفت ای مردم، من بیم دهنده ای هستم به سوی شما. اولین کسی که به او زید برآمد کی بود؟ عمکش ابولهب بود. او گفت از این پس دستت خشک باد، آیا برای همین ما را جمع کردی؟ خشک باد دو دستی ابولهب. اصحاب پیامبر را چه عذابهایی میدادند. بلال رضی الله عنه را در روی ریگ‌های تفسان خوابانیده روی سینه‌اش سنگی را می‌ماندند و با دره او را می‌زدند، لکن او می‌گفت احد 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 احد. عمار ابن یاسیر باشد، مادرش را در پیش چشمانش شهید کردند، پدرش را کشتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد آنها میگذشت در حالی که او آنها را عذاب میدادند. با آنها میگفت ای آل یاسیر صبر کنید، ای آل یاسیر صبر کنید، برای شما جنت است. خباب را باشد به لخچه‌های آتش گذاشتند و پشت او بسوخت و برای آنها امتهای پیشین را یاد می آورد. با آنها از آنها سخن می گفت. آنها را می آوردند و چقوری می کافتند و به سری آنها اره ها می گذاشتند، حتی که آنها را دونیس می کردند. اما این چیز آنها را از دینشان باز نمی داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی در کعبه گشت و گذار میکرد. از گریبانش گرفته او را نفسگیر کردنی شدند. خواستند او را بکشند. تنها ابوبکر بود که او را از آنها نجات داد. یکی از روزها در نزد کعبه در حال سجده بود. یکی از کافران اخلاطی از شتر که بعد از تولد میپرتاید آنها را گرفته به پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. 13 سال در عذاب و مشقت، حتی که بعضی ها را کشتند. 3 سال آنها را در محاصره گرفتند، حتی طعام را از آنها محروم ساختند. بعضی از آنها برگ درخت را میخورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم صبر کرد، به طائف رفت تا دین را برای آنها برساند. او را با سنگ ها زده از آنجا پیش کردند. فرشته آمد، گفت اجازه بده تا این کوه ها را بر سر آنها خراب کنم. گفت نه، امید دارم که خداوند از پشت آنها کسی را می آورد که خداوند را عبادت می کنند و با او چیزی را شریک نمی آورند. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 13 سال زیر آزار و شکنجه قرار داشتند، اما نبی خدا صبر میکرد و اصحابش به همه این چیزها صبر میکردند. قصص نور و قصص، قصص نور و قصص، حكمة وصبر.
وقتا که برای اصحاب و برای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بلاها را در مکه زیاد کردند، خداوند به آنها اجازه داد تا به مدینه هجرت کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد ابوبکر آمده او را از این هجرت آگاه کرد و به او گفت که در این هجرت او را همراهی می کند. ابوبکر از خوشحالی گریان شد. در شب هجرت علی رضی الله عنه در جایگاه خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم علی را فدا ساخت. علی رضی الله عنه در جای پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب کرد. پیامبر از خانه با همراهی ابوبکر به غار ثور رفتند. پیش از آن که به غار داخل شوند، اول ابوبکر رضی الله عنه در آمد. در آنجا دو سوراخی را یافت. یکی از آنها را با لباسش محکم کرد و دیگرش را با پایش. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پای ابوبکر رضی الله عنه خواب کرد. یک حشرات پای ابوبکر صدیق را گزید. او از جایش نجنبید. از چشمانش اشک جاری شد و یک قطره آن به چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم افتاد که او از خواب بیدار شد. گفت ای ابوبکر چی شد تو را؟ گفت چیزی نیست، چیزی پایم را گزید. گفت ای ابوبکر پایت را به من نشان بده. دعا کرد و در آن دمید آن جراحت شفا یافت. پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر رضی الله عنه یک شبی پره را آنجا بودند. چون صبح شد مشرکان همه در جستجوی آنها بودند. به نزد آن غار رسیدند. نزد آن غار ایستاده بودند. ابوبکر رضی الله عنه گریان شد. پیامبر گفت ای ابوبکر چی چیز تو را به گریه آورد؟ گفت اگر کسی پیش پایش را نگاه کند ما را می‌بیند ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت درباره آن دو کس که خداوند سیومی آنهاست چی گمان داری؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تصور کنید آن شب‌هایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر رضی الله عنه در آن غار گذرانیدند. آنها چند شب را با هم در آن غار گذرانیدند. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. این شب‌های اخیری است از یک مرحله به مرحله دیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر چند روز و شب آنجا ماند و اهل عائله ابوبکر باشد همه در خدمت ابوبکر و در خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. اینجا بود که خداوند اجازه داد تا به سوی مدینه سفر کند. از سوی غار به سوی مدینه رهسپار شدند که این یک کرامت و شرفی بود از جانب خداوند برایشان. کی از پس آنها شد؟ سراقه. پیش از اسلام آوردنش او یک مشرک بود. با پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد. ابوبکر به قفا نگاه کرد که سراقه را دید. گفت ای رسول خدا او سراقه است. گفت هیچ پروایی نکن. چی گمان داری درباره آن دو نفر که سیومشان خداوند باشد؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. و فعلا وقتا که سراقه خواست به آنها نزدیک شود پایهای پیش اسب او به زمین فرو رفت و نتوانست از جا بخیزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشته به او گفت آیا تو برمیگردی و نشان میدهی که گویا ما را ندیده ای؟ گفت در عوض این برای من چی نصیب می شود ای محمد؟ گفت برای تو زر و زیور کسرا است. و سراقه چنین هم کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با رفیقش ابوبکر صدیق به مدینه رسیدند و مردم آنها را به خوبی پیشواز گرفتند. این چی مکانی بود؟ این مکان مدینه است. یک مرحله نوی از مرحله های دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در این زمین شروع کرد، در مدینه منوره. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از هجرتش در مدینه زندگی کرد. آنجا یهودیان نیز بودند. با آنها صلح کرد و عهدها بست، لیکن آنها عهدها را شکستند و خواستند او را بکشند. از دست آنها بعضی‌ها کشته شد و بعضی دیگر زخمی گشت. دولت اسلامی تشکیل شد و جهاد در راه خدا برپا کرده شد. اولین جنگی که بر مشرکان پیروز شدند این جنگ بدر بود. بسیاری از آنها مغلوب شده فرار کردند.
در جنگ احد بعضی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم شهید گشتند. مشرکان و چند گروه های دیگر جمع شده برای جنگ خندق آمدند. خداوند او را کمک کرد تا پیروز شدند. خداوند در حدیبیه فتح را نصیب او گردانید و در سال 8 هجری به مکه برای فتح آمد. وقتی که یاری خدا و فتح آمد و مردم را بینی که در دین خدا گروه گروه داخل می شوند، پس پروردگار خود را با ستایش و با پاکی یاد کن و از وی آمرزش طلب کن. به درستی که خداوند توبه پذیر است. حیاتش را با جهاد در راه خداوند می گذرانید. دشمنان خدا را به قتل می رسانید. دعوت را در هر گوشه زمین پهن کرد. سفیرانش را فرستاد. نامه‌هایش را برای پادشاهان می فرستاد. همه مردم را به دین خدا دعوت می کرد. برای آنها آداب و اخلاق را یاد می داد. در جنگ حنین می جنگید که سین و سالش از 60 بالا بود. با تمام قوت و شجاعت می جنگید و می گفت من نبی هستم که این دروغ نیست و من از بنی عبدالمطلبم. در راه خدا جنگید. به اصحابش جهاد را تعلیم می داد. در مدینه 10 سال زندگی کرد. از یک جهاد تا جهاد دیگر. برای اصحابش فتح بیت المقدس را وعده داد. حتی فتح تمام زمین را وعده داد. یک امت اسلامی را تأسیس داد و یک دولت را تشکیل کرد که تا امروز نشانه های آن وجود دارد و دعوتش تا امروز ادامه یافته ایستاده است. رسالت را رسانید و امانت را رسانید و در راه خدا با بهترین اسلوب تا دم ملاقاتش با پروردگار خیش جهاد کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سین پیران سالیش با کودکان و پیران تعلیم میداد. جاهلان را تعلیم میداد. با گروه ها می نشست. حتی با غیر مسلمانان می نشست و آنها را از دین خدا و از شعارهای این دین آگاه می کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از بهترین مردمان بود در طاعت و عبادت پروردگار ذوالجلال. بیشتری روزها را روزه می داشت، اما شب را باشد برای خداوند ذوالجلال گردانیده بود. هر شب را با طاعت و عبادت می گذرانید. گاه نصف شب را، گاه از نصف زیاد شب را عبادت می کرد. چنانه که خداوند ذوالجلال او را امر کرده گفته بود کمی از شب را قیام بکن. روز بلال رضی الله عنه نزد او در آمد تا برای نماز اذان بگوید. دید که او صلی الله علیه و سلم گریه می کند. گفت چرا اینقدر گریه می کنی؟ گفت امشب برای من آیت های نازل شد. هلاک باد کسی که آنها را می خواند و به آنها فکر نمی کند. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیه را پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواند و گریه می‌کرد. عایشه رضی الله عنها میگوید شبی از خواب بیدار شد، طهارت کرد و نماز خواند و این آیت را تلاوت می‌کرد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عایشه رضی الله عنها میگوید این را می‌خواند و گریه می‌کرد، حتی در حالت سجده گریه می‌کرد و میگفت خداوندا امتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم زاهدترین مردمان بودند. هیچ چیزی از مال دنیا نداشتند، بلکه از این دنیا چیزی نمیخواستند. ماها پسی هم میگذشت، اما در خانه او آتش برای پختن خوراک فروزان کرده نمیشد. از شدت گرسنگی در شکم مبارکش سنگ را میبست. چون این بود حتی که روزه میگرفت و برای افطار چیزی نمییافت غیر از یک خرما و کمی آب. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مردمان بود درباره اخلاق. بهترین مردمان بود نسبت به عائله‌اش. از نزد کودکان که میگذشت به آنها سلام میداد. به هیچ کسی ظلم نمیکرد و راضی نمیشد که کسی نزد او ظلم بیند. بسیار حلیم بود. خداوند ذوالجلال درباره او چنین میگوید: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا
ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بر حیوان ها نیز اهمیت میداد. وقتا که دید پرنده ای را در قفس گرفتند، او آنها را از این چیز باز داشت و شنید که گربچه ای را محکم کردند، به اصحابش گفت زنی با سبب حبس گربه داخل جهنم شده. چنین بود پیامبری ما صلی الله علیه و سلم. بلکه اصحابش را از کشتن مرچه ها نهی کرده می گفت اینها نیز یکی از امتهایی هستند که تسبیح خدا را می گویند. چگونه چنین نباشد حالا آنکه او رحمتی برای عالمیان است. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. بهترین مردمان بود نسبت به مخلوقات خداوند. رحیم بود. یک غلام دختر دستی او را می گرفت، هر جا که می خواست او را می برد، او رد نمی کرد. خدمتگارش انس می گوید 9 سال در خانه اش بودم، حتی که یک روز به من هم نگفت چرا این کار را کردی و یا چرا آن کار را نکردی. هیچگاه مرا بد ندیده است. چون این بود اخلاق پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. بهترین مردمان بود از جهت اخلاق. مرد آمده در مسجدش بول کرد، او را دشنام نکرد، به سوی او داد نزد، بلکه به او فهمانید که مسجد جای چنین کارها نیست و آن مرد دست به سوی آسمان برداشته گفت خداوندا من و محمد را رحمت کن و در این رحمت کسی را شریک ما نکن. مرد می آید گریبان او را سخت گرفته می گوید از مال خدا به من نیز بده. پیامبر اینجا تبسم کرده به اصحابش می گوید از بیت المال چیزی برای او بدهید، از بیت المال برای او چیزی بدهید. با مردمش چنین رفتار می کرد. این یک جزء از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. قصص نور قصص قصص نور قصص. حج النبی پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 10 از هجرت حج کرد. این حج را حجة الوداع نامگذاری کردند. در این حج برای اصحابش گفت از من روش ها را یاد بگیرید که شاید سال آینده من نباشم. وقتا از حج برگشت در اولهای سال 11 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم بیماری را در خود احساس کرد. این بیماری در او زیاد شد، دردی سرش سخت شد. از زنهایش اجازه خواست تا در خانه عایشه رضی الله عنها بماند. چند شب آنجا بماند. بیماریش سخت شد، او را برداشته به نماز می بردند. در یکی از شبها بلال رضی الله عنه آمد و اذان نماز را داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسید آیا مردم نماز را خواندند؟ گفت نه ای پیامبری خدا، آنها منتظری تو اند. سپس حرارتی بدنش بلند شد. گفت به من آب بریزید. با او آب را ریختند. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم احساس کرد که کمی خوب شده است. از جا خیست. وقتا که از جایش خیست بیماریش دوچند شد و به زمین افتاد و از هوش برفت. سپس به جاگه آوردند او را. به هوش آمد و گفت آیا مردم نماز را خواندند؟ گفتند نه ای رسول خدا، آنها منتظری تو اند. گفت برای من آب بریزید. آب را بر او پاشیدند تا کتابش پایین شود. سپس خیست تا به مسجد برود. نتوانست، به زمین افتاد. باز او را به جاگهش آوردند. چند بار این حالت تکرار شد، حتی که به بلال رضی الله عنه گفت به نزد ابوبکر برو تا نماز مردم را بخواند. بلال آمد، ابوبکر را امر کرد تا نماز مردم را بخواند. پس نماز آنها را بخواند. اولین بار است که صحابه نماز را میخواند در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده است. تمام مدینه را غم فرا گرفت. غم مردم سخت‌تر میشد. چگونه این حبیب ما، نبی ما نمی آید تا نماز ما را بخواند؟ نماز بامداد چنین بود، نماز پیشین چنین بود. 3 شبانه روز در جاگه خود خواب بود و نمی توانست نماز را با مردم بخواند. حتی که در یکی از روزها احساس کرد که خوب شده است، از جا خیست و مردم را خود بخواند. نماز را با آنها بخواند. سپس گفت خداوند ذوالجلال بنده ای را بین این دنیا و زینت آن و بین آن چیزی که نزد خودش است اختیار گذاشت. آن بنده آن چیزی که نزد خدا است آن را اختیار نمود و آنها را خبر نکرد که این بنده خودی اوست. اینجا ابوبکر میان مردم گریان شد، زیرا دانست که این بنده خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سپس در نماز دیگر برآمده نتوانست. غم و اندوه مردم را فرا گرفت.
حبیب ما بیمار شده. نبی که همراه ما جهاد میکرد، ما را تعلیم میداد، ما را تربیه میکرد، پندمان میداد، حالا اکنون او بیمار شد. در روزی اخیر اهل بیتش را ندا کرد. فاطمه دخترش رضی الله عنها را، جگربندش را و اهل بیتش را ندا کرده به آنها پند میداد. فاطمه رضی الله عنها گریان شده می گفت: چی مشکلی هایی دارد پدرم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: پس از این روز دیگر هیچ مشکلی نخواهد بود. وقتا که هنگامی چاش فرا رسید، همراه عایشه رضی الله عنها تنها بود. او را در آغوش خود گرفته بود. گفت: بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد. این خبر بین اهل مدینه پهن شد. بعضی مردم این خبر را باور کردند، بعضی دیگر نه. اما عمر رضی الله عنه مردم را تهدید میکرد، میگفت: هر کی بگوید که او مرده است با شمشیر گردنش را میزنم. سپس ابوبکر رضی الله عنه آمد و روپوش را از رویش گشاد. دید که او در حقیقت مرده است. به سوی مردم رفت و به آنها گفت: هر کی محمد را عبادت میکرد در حقیقت محمد مرده است، و هر کی خدا را عبادت میکرد پس بداند که خداوند زنده است و هرگز نمیمیرد. پس این آیت را تلاوت کرد: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی خدا صلی الله علیه و سلم وفات کرد و پس از 2 روز گرانیده شد. فاطمه رضی الله عنها به کسانی که او را دفن کردند گفت: چگونه دلهایتان شد که خاک را بر چهره رسول خدا ریختید؟ انس رضی الله عنه میگوید: وقتا که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، همه جا پر نور گشته بود. وقتی که وفات کرد، در مدینه همه جا تاریک شد و آخرین صفحه از صفحه های قصه پیامبران پوشیده شد علیهم السلام. آخرینشان محمد صلی الله علیه و سلم وفات کرد مثل دیگر پیامبران. و پیش از تو به هیچ آدمی ما همیشه بودن را نداده ایم. آیا تو بمیری و آنها همیشه باشند؟ در برنامه آینده به اذن خداوند ذوالجلال درس ها و عبرت ها را از قصه های پیامبران برایتان خلاصه میکنیم. از آنها چی استفاده بردیم و چی عبرت ها و حکمت ها را از این قصه ها گرفتیم. تا برنامه آینده. حتى نلقاكم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص